درود و ارادت به کریپتو واچ هفتگی خوش اومدید. توی این اپیزود کریپتو واچ میخوایم به تحلیل و به‌روزرسانی شاخص‌های بازار کریپتو، مشخصاً دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر و توتال ها، و در ادامه به تحلیل و به‌روزرسانی بیت کوین بپردازیم. توی آخرین اپیزود در لایو یک نکته‌ای رو عرض کردم، گفتیم که در تحلیل‌های روزانه بیت کوین میخوایم یک تحلیل درخواستی هم بگنجونیم و هر آلت کوینی که دوستان اگر نظرشون رو در کامنت بنویسند و درخواست بکنن ما توی این تحلیل های روزانه اضافه میکنیم و یا آلت کوین رو تحلیل میکنیم. پیرو ارزی که در لایو داشتیم که از دوستان نظرشون تحلیل شیبا بود و در ادامه میخوایم این بار به بهانه اینکه درخواست تحلیل شیبا رو داشتیم یه سر به میم کوین ها بزنیم و بعد از خوانش مارکت برای دامیننس ها و بیت کوین در ادامه به 3 تا میم کوین که دلایلش هم که چرا این میم کوین ها رو انتخاب کردیم میپردازیم، تحلیل میکنیم که این میم کوین ها دوج کوین، شیبا کوین و توکن آقای ترامپ خواهد بود. پس با من همراه باشید تا این اپیزود تحلیلی رو در خدمتتون باشه. من سینا ابراهیمی هستم، یک تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی که توی این کانال و این مدیوم تحلیل ها و تجربیاتم و دانشم رو سعی میکنم که با شما به اشتراک بذارم. اگر که تازه به این اپیزود برخوردی و با کانال من آشنا شدید، پیشنهاد میکنم بعد از دیدن این محتوا یه سر به مدیوم کانال بزنید، برای محتواها رو هم ببینید. اگر که کاربردی مفید هست میتونید سابسکرایب کنید و با دوستان خودت به اشتراک بذارید. خب دوستان، رو طبق روال شروع میکنیم با خوانش و به‌روزرسانی دامیننس تتر. در آخرین تحلیلی که راجع به دامیننس تتر صحبت کردیم، حالا باز همونطور که همیشه میگم پیش فرضمون اینه که یک چند تا اپیزود با من حداقل همراه باشید که نگاه و خوانش کلی رو به لحاظ ساختار قیمت با من در یک صفحه باشید تا راجع به ادامهش صحبت بکنیم. الان کاری که میخوام بکنیم اینه که پیچی آپدیت و به‌روزرسانی گام‌های آخر دیگه، این که در کلیت امر اینجاها چه انتظاری داشتیم راجع به صحبت کرده بودیم. این کف مهم بود، برگشتش مهمه. این برگشت میتونه اتفاقات خطرناکی رو رقم بزنه و حتی دامیننس تتر رو به این بالاها برسونه و هنوز البته که این نتایج به دست نیومده، هنوز دیتای کافی برای اینکه اون تصمیم رو بگیریم نداریم. اینا رو قبلا گفتیم و پلن فعلا اینه که تا مادامی که دیتای مطلوبی داله بر این که این سناریو داره روی میز ما قرار میگیره که دامیننس تتر بره سقف بالاتر بزنه، یعنی کلیت بازار کریپتو بخواد دراپ بشه، در اصل نیست. همچنان پلن چیه؟ کف‌های پایین‌تر، یعنی تتر انتظار داریم اصلاح بکنه، اصلاحش رو تموم کرده با شرکت کنه به سمت کف پایین‌تر. این گزارش خیلی ساده و سریع نسبت به حرفای پیشمون و گفتیم که خب حالا بعد از اینکه تتر این کف رو زد باید بره حداقل کاری که بکنه بالای این سقف بره تا اون سناریوی خطرناک ما بخواد تریگر بشه. و این بالای این قیمت رفتن تتر هم خیلی مهمه که بماند و در جا بزند و نبینیم که بره یه هانت ریز بکنه و سری برگرده، هانت و پرتوابه نباشه، بره این بالا و ما ببینیم که اینجا قیمت خواستی برای بازگشت ندارد. این اولین شرطی بود که اون سناریو رو عقب بزنیم و بعد آمد تتر دوباره تا این نزدیکی این سقف آمد، گفتیم خیلی خب سقفمون پایین‌تر شد، پس این سقف رو میگیریم تا مادامی که قیمت نیادیم بالاها، دوباره حالا دامنه رو محدودتر کردیم و دوباره آمد و گفتیم خب حالا این آخرین سقف ماست، از دست نرود. و این سقف‌های امنی که تریگر مهممون رو یعنی مقاومتی در مقابل تریگر مهممون هستند رو هی داریم پایین‌تر میاریم. نشانه و نکته خوبیه. و الان هم میبینیم که بعد از اینکه این سقف رو جدی در نظر گرفتیم و اطلاق کردیم، بازگشتیم به اینجا و دوباره مراجعه کردیم و عرض کنم که میشه حالا گفت که باز هم حالا این سقف مهمه. یعنی همینطور داریم عرصه رو بر تتر تنگتر میکنیم که یا تکلیف رو روشن بکنه یا اینکه به سمت خواست ما حرکت بکنه، یعنی کفی پایینتر. و بعد از زدن این سقف میبینیم دوباره رفتیم کف پایینتر زدیم. نشانه خوبی است که تتر هی داره سقف‌ها و کف‌های پایینتر میزنه و حالا برای گشایش بازار، اوپنینگ مارکت‌های جهانی برای روز دوشنبه خیلی مسئله حائز اهمیتیه که ببینیم چیکار میکنه. آیا تتر بالاخره حرکت میکنه بیاد پایین؟ و اگر بیاد پایین و این کف رو از دست بدهد دیگه چیزی سر راه قیمت نیست. من انتظار دارم یه نفس بریم تا یه کف جدید، ثبت کف تاریخی جدید در این مود و در این محیطی که هستیم. درست شد. پس باید دید، باید منتظر شد و دید که ببینیم این کف هم از دست میره و اگه از دست بره همونطور که گفتم دیگه من اینجاها هیچ چیزی سر راه قیمت نمیبینم، حتی اون کف هم دارای اهمیت نمیبینم و ثبت کفی جدید رو انتظار خواهم داشت. ولی اگر که قیمت از همینجا استقبال بشه بیاد این سقف ما رو به خطر بندازه یا اینکه حتی
تا یه حدودی بیاد و به این پیوت برسه ولی این کف رو نتونه رد کنه و حرکت کنه به سمت حمله کردن به سقف قبلی، داستان میتونه خطرناک باشه و انتظاراتمون نیاز به آپدیت و به‌روزرسانی داره. توی موقعیت حساسی روی دامیننس تتر هستیم همچنان. حالا درسته دامنه رو داریم تنگتر میکنیم و عرصه رو اصطلاحاً داریم روی تتر کمتر میکنیم، ولی نیاز هست که دنبال کنیم و آپدیت باشیم. پس حتما دنبال کن در تحلیل های روزانه بیت کوین این آپدیت ها ارائه میشه و بحث میشه که بدونیم بهترین تصمیم و بهترین رویکرد رو چه زمانی نیاز چطور میتونیم بگیریم. این گزارش که روی دامیننس تتر دارم خدمتتون. قبل از اینکه به خود بیت کوین برسیم بریم دامیننسش رو ببینیم، بریم شرایط دامیننس بیت کوین چه شکلیه. و برای دامیننس بیت کوین در تایم فریم 1 ساعته هستیم. یه نکته رو بگم، برای تایم فریم 1 ساعته در دامیننس بیت کوین مشخصا گفتیم آقا یا پشت این هانت بشه بریزه پرقدرت، میتونه ریزش دامیننس بیت کوین اتفاق بیفته، یا اگر که نه شکسته بشود و باز عدم خواست قیمت رو در ریزش ببینیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که سناریوی سقفی دیگر برای دامیننس بیت کوین در اصل کار باشه. نکته جالبی پیش اومده در تایم فریم 1 ساعته، میبینید که انتظارمون برقرار شد، اون پشت هانت شد، اتفاقا هانت هم بود، خیلی خوبم ریخت و پرقدرت هم ریخت، ولی در تایم فریم 4 ساعته میبینیم اتفاق نیفتاده و اون شادو نیستش و این بالا هانت نشده. حالا اینجا چالشی هست که سر راهه. حالا آیا این چالش برای ما در سرساز خواهد بود؟ خیلی فرقی به حال ما نمیکنه. ببینید چه پرتابه‌ای که از اینجا اتفاق افتاده که هنوز هم کف ما قبل خودش رو نتونسته بزنه، چه یک بار دیگه دوباره این هانت اتفاق بیفته و بالاخره این هانت در تایم فریم 4 ساعته هم ثبت بشود. تا مادامی که این کف از دست نرود که هیچ. گفتیم این کف برامون مهمه. بذارید خط بکشم پای این کف که در آپدیت های بعدی هم یادمون باشه که نکته مهم برای این که ما اطمینان حاصل کنیم که چی، که دامیننس بیت کوین شروع به نزول کرده است به صورت جدی و تصمیم بر این است که دیگه الان پول میاد تو آلت کوین ها و آلت کوین پارتی ما دوباره کلید میخوره، کمون که قبلتر در سقف قبلی اصلا تریگر شد و ما اونجا بود که به صورت جدی فراخوان خرید آلت کوین رو داده بودیم. تو 4 ساعته میبینینش در این نسبت 60% تو این سراشانه که از خیلی پایین ترها گفتیم اینجا باشه میاد ما برای آلت کوین سیزن. اینجا آلت کوین سیزن ما تریک خورد و تریگر شد و بعد از اون دوباره یک اصلاح خوب، یک دراپ خوب و دوباره بازگشت هایی داریم میکنیم. و الان بحثمون اینه که در دو گام میتونیم انتظار داشته باشیم که بریزه و حالا یا با هانت اینجا و نزدن سقف بالاتر دامیننس بیت کوین بریزه. مشخصا وقتی این رد بشه تازه میتونیم با این بحث رو به صورت جدی روی میز بذاریم. و یا اینکه نه، حالا چه این رو هانت دوباره بکنه چه نکنه، تا مادامی که این رو نشکنه دوباره هم میتونه بیاد بالا و این سناریو رو رقم بزنه و بعد بخواد دراپ اتفاق بیفته. همچنان رو دامیننس بیت کوین صبوریم تا ببینیم که شروطمون به چه شکل میشه. ولی به هر حال با افزایش دامیننس بیت کوین میدونیم که فشار روی آلت کوین ها بیشتره، با ریزش توی بازار کریپتو میدونیم که فشار روی آلت کوین ها بیشتره و آلت کوین ها ارزانتر و ارزانتر میشن برای خرید. و اگر در این ناحیه بیایم و این ناحیه متناسباً با دراپ توی بازار کریپتو اتفاقات بیفته، میتونیم انتظار داشته باشیم که آلت ها رو میشه خیلی ارزان‌تر خرید. به هر حال این گزارشی است که نسبت به دامیننس بیت کوین میتونم خدمتتون عرض بکنم و بعد از اون برسیم به یه نگاهی به شاخص‌های دیگری مانند توتال، کل حجم مارکت کپ بازار کریپتو. و خب ما برای توتال هم دوباره کلی خانش کرده بودیم، سناریوی بزرگتر و خانش های بزرگترمون در ساختار بحث شده بود و گفتیم که خب ما اینجا حالا فعلا این کف امن است و گفتیم اینجا یک پاشنه نیاز داریم که یه ساختار بزرگ روش بسازیم که اینا رو در تعلیق قبل‌تر راجع به صحبت کرده بودیم، دید ساختاریمون رو مطرح کردیم. حالا این کف امن دونستیم، گفتیم دو تا سناریو میتونه اتفاق بیفته، یا بیاد اینجا و دوباره صعود کنه یا اینکه بیایم زیرو بزنیم و بعد صعود بکنیم. فعلا چی شده؟ فعلا به اون سناریو اولمون نتیجهش رو داریم میبینیم، اتفاق افتاده، قیمت اینجا آمده برگشته، هنوز سقف جدید رو نزده، داره اینجا در جا میزنه. اگر که حرکت کنه بره سقف جدید رو بزنه، دیگه داستان صعودی خواهد بود برای کلیت مارکت کریپتو، یعنی حجم بازار کریپتو به سمت بالای یعنی دیگه به سمت 4 تریلیون دلار حرکت خواهد کرد
و اگر که نه اینجاها این درجا زدن ها موجب سقف جدید نشود و حرکت کنه دوباره یک کف دیگه یه روی توتال میخوایم، ولی فعلا علی حساب این رویکردمون روی توتال پیرنت شده، ببینیم سقف میده یا نمیده. و اگر این سقف از دست برود همونطور که گفتم تا 4 تریلیون دلاری و ای بسا بالاتر دیگه روند صعودی ادامه دار خواهد بود برای حجم بازار کریپتو و نشانه مطلوبی هست. پس بذاریم ببینیم این سقف هم میخوره یا نه و نسبت بهش میتونیم خوشبین باشیم. این هم گزارشمون نسبت به توتال و آپدیتش. به توتال 2 برسیم و بیایم بیت کوین رو از این داستان حذف کنیم، ببینیم که وضعیت آلت کوین ها چه شکلیه. همچین شماتیکی رو برای آلت کوین برای توتال 2 در نظر داشتیم که اتفاق افتاده این هم و این کف رو زده و الان هم انتظار داریم که توتال 2 هم یعنی کلیت آلت کوین ها غیر از بیت کوین حرکت کنه، حداقل به پشت این سقف برسد و ای بسا که بریم سقف جدید. و همچنان هم اینجا درجا زدن رو داریم میبینیم، مشخصا باید ببینیم که سقف جدید به میده، ولی مسئله اینه که توتال 2 هنوز مثل توتال 1 به راحتی خودش نمیتونه از این چله کمر رو خلاص کنه و پرتاب بشه، چرا که این پشت باز هم میتونه مقاومتی باشه و قیمت دوباره پس خورده بشه. باید ببینیم چی میشه. مشخصا اگر از اینجا راه بیفتیم فعلا انتظارمون هانت این بالا خواهد بود و پشت این سقف رو میزنیم. حالا این پشت این سقف رو زدن اگر که دیدیم شادو نشد، هانت نشد، پرتاب نبود و قیمت شروع کرد خسته شدن تو این مسیر، یعنی داره این پیوت رو تصفیه میکنه، پس انتظار داریم که به سمت سقف بالاتر میل بکنه. اینم نگاهمون نسبت به توتال 2 و شاخص هایی که برامون داره اهمیت تو کلیت بازار کریپتو. بریم به سراغ بیت کوین و حالا دیگه به تحلیل بیت کوین برسیم در تایم فریم 15 دقیقه یکم بریم بالاتر. خب دامیننس توی تحلیل بیت کوین رفتیم سقف رو زدیم، سقف تاریخی زدیم و بعد برگشتیم دوباره سناریویی که گفته بودیم، گفتیم تا مادامی که بیت کوین اینجاها درجا بزند، گفتیم انتظارمون اینه که اینجا درجا بزنه که داره این کارو میکنه، گفتیم تا مادامی که اینجا درجا بزنه نشانه خوبیه و بعد انتظار میتونیم داشته باشیم که دوباره به سقف جدیدی رهسپار بشه. ولی اگر که این درجا زدن اتفاق نیفته و اتفاقا دراپ به سمت پایین اتفاق بیفته، سناریوی شکست ناقص یک سقف، بازگشت عمیق به کف قبلی یا حتی زدن کفی جدید میتونه در دستور کار باشه. تا اینجا این سناریو کم رنگ شده به شدت و این خیلی خوبه. چطور گفتیم کم رنگ میشه؟ گفتیم رنج بزنه کم رنگ میشه و داره رنج بزنه و این خیلی خوبه. این رنج زدن عدم خواست قیمت در حرکت به سمت انتظاری که بحث کرده بودیم نشان از این دارد که تارگت جای دیگر است، پس قیمت احتمالاً به سمت بالا صعود خواهد کرد. پس حالا نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که باز ببینیم اوپنینگ بازار دوشنبه چطور میشه، پول بیاد توی کریپتو ببینیم چطور حرکت میکنه. ولی تو این مسیر چیکار کردیم؟ تو این مسیر لانگ دادیم، یه لانگ استاپ خوردیم، دوباره لانگ دادیم و تارگت شدیم تا اینجای کار. و حالا به نظر من دوباره اینجاها میشه بازی لانگ رو دنبال کرد. حالا چطور بازی لانگ رو؟ مسئله اینه که ببینید این دو تا رویکرد میشه ازش گرفت. یکی این که این رنجی که در تعطیلی بازار رو در شنبه داره این نوسان خسته داره اتفاق میفته، این میرایی کندر که داریم میبینیم میتونه با شروع بازار یه هانت زیرش بخوره و حرکت اتفاق بیفته. این یه سناریو میتونه یه هانت زیرش داشته باشیم، شانه‌ای در کار باشه و یک سر خیلی تند و تیز بزنیم و حرکت به سمت بالا. این یه سناریو میتونه اتفاق بیفته. سناریو دیگه اینه که نه، اگر با اوپنینگ حضور مومنتوم ندیدیم با باز شدن بازارها و همچنان این رخوت رو دیدیم، میتونیم بگیم که فشرده و بعد یه پرتاب به سمت سقف جدید که گفتیم 108,000 رو الهاز درست شد. این هم یه سناریو دیگه این که نه اصلا آقا داره اصلاح میکنه خود بریزه، پس فشردگی قیمت نشان از این دارد که در حال اصلاح هم و بعد میریزم میام. حالا دیگه این ریختنه تا کجا اتفاق بیفته معنی میپیدا میکنه. فعلا الان حساب انتظار داریم که این کف ها از دست نروند، تهش مثلا تا اینجا میتونم بپذیرم. اگر این ناحیه دوباره ازش رفت حمایتی ندیدم، خب یعنی چی حمایتی ندید؟ یعنی میگی الان چند بار حمایت کرد الان هم حمایت میکنه؟ نه اصلا حمایت نکرد، این در هر باری که رفته قیمت شکستتش. موضوع این نبوده. الان میتونه نوبتش بشه. پس یا به این پیوت برمیگردیم یا اگر زیر این پیوت نتونه کاری بکنه این دوتا همشون میره زیر، همشون میزنیم، یکی دوباره بازگشت میکنیم. فعلا همونطور که میبینی فشردگی قیمت رو ببینیم و بعد پرتاب رو ببینیم. خب این هم سناریو گفتی. الان تکلیف چیه؟ تکلیفش خیلی ساده است. من اصلا کاری به این کارا ندارم.
یعنی اگر بخوام یک ترید امن بکنم وای میسم ناحیه 108,000 تا رو ببینم که میشکنه، 108,100 دلار رو ببینم. وقتی 108,100 دلار قیمت دید در 105,000 دلار چیکار میکنم؟ بای میکنم. بس من با این شرط اینجا بایر میشم. این کار کم ریسکیه که در سناریو قبلی هم صحبت کردیم. ولی اگر بخوام زودتر به پیشواز قیمت برم، چه شرایطی پیش بیاد که من به پیشواز قیمت برم که بخوام دست به ترید بشم؟ اینکه اینجا یک سر تند تیز ببینم، یک هانت رو در باز شدن بازار دوشنبه ببینم، پرتابه خوبی ببینم، اینجا پول بک 1 نه پول بک 2، برم تو ترید به سمت همین اینجا 108,000 تا رو فعلا به عنوان تارگت در نظر بگیرم و بعدش دوباره مثلا میتونم اینجا حجمم، یعنی اینجا مثلا یه حجمی سودمو بگیرم، اینجا دوباره حجمم اضافه کنم به 105,000 تا و حرکت کنم به سمت بالا یا سقف جدید. اینم نگاهیه که روی بیت کوین میتونم خدمتتون ارائه بکنم با تحلیل و بروزرسانی که راجع به بیت کوین دارم. خب اینم از بیت کوین و حالا برسیم به 3 تا میم کوینی که حالا همونطور که گفتم این بار گفتیم که برسیم به میم کوین ها و با موضوعیت میم کوین این کریپتو واچ رو دنبال بکنیم. البته کمتر سراغشون میایم و ترجیحاً در بازار مختلف اربابان بازار و صاحبین بلاک چین رو دنبال میکنیم. در همه این کریپتو واچ ها عمدتاً اینها رو وزن دادیم و جدی گرفتیم. هنوزم همینها جدی ان و وزن دارن. اتریوم رو خیلی جدی بگیرید بچه‌ها. اتریوم اتفاقات خیلی خوبی داره براش میفته و میشه خیلی بهش امیدوار بود و 10K رو میشه مومنت تارگت براش در نظر داشت. دقت بکنید بهش، خیلی عقب افتاده ولی داره بحث جدی روش میشه و مشخصاً آی ترامپ داره تیم آی ترامپ داره خرید اتریوم میکنه، داره برنامه‌ریزی هایی برای توسعه صنعت دیفای رو بستر اتریوم رو دنبال میکنن. میخوان لایه دویی ها رو، من یه جای پیشنهادی دیدم از عرضم به حضورتون که یکی از مدیران یکی از بلاک چین ها بود، در حالا حضور ذهن ندارم ولی پیشنهادش این بود که لایه دویی های اتریوم شروع کنن تکس دادن، مالیات دادن و اتفاقاتی به هر حال یک حیاتی در توسعه شبکه اتریوم هست که مشخصا تیم های ترامپ دست به خریدشون دارن میزنن و برنامه دارن باش و میتونیم خیلی جدی بگیریم دوستان. پس حواستون به اتریوم باشه و بقیه پروژه ها هم که به تناسب خودشون راجبشون صحبت کردیم. کاری با این بلاک چین ها امروز نداریم ولی در قبلتر راجبشون صحبت کردیم، تحلیلاشون رو کردیم. همچنان هم مستندم به کریپتو واچ هفته پیش یا 2 هفته پیش مراجعه بکنید، اینا رو تحلیل کردیم که تحلیلاشون هنوز مستند هست چون تو تایم بالا بودن. و همینطور که گفتم حالا میخوایم راجع به میم ها صحبت کنیم. چه میمی؟ یکیش دوج. چرا دوج؟ که خب دوج ایلان ماسک و ایلان ماسک هم که الان توی کاخ سفید اصلا یک دپارتمانی را انداخته به نام دوج که خب اینا همش نشانه های مطلوبی است. اصلا توی خود سایت این دپارتمان هم که وارد بشید علامت دوج کوین رو میبینید و اینا نشانه هایی است برای کسانی که میخوان روی این دید سرمایه گذاری داشته باشن. میشه به شما امیدوار بود. شیبا هم پشت دست دوج از پروژه هایی است که به هر حال علاقه‌مندان پروژه دوج، پروژه شیبا هم که میم کوینی بود زمانی بر خودش ولی الان دیگه شیباریوم و نمیدونم اکوسیستمی واسه خودش دکسی واسه خودش را انداخته و به هر حال داره توسعه پیدا میکنه. هم از اهمیت حالا شیبایی که کامیونیتی دوج بهش اهمیت میده، اتفاقا پشتوانه آقای ویتالیک بوترینگ و بنیانگذار اتریوم رو هم داره و خود بنیانگذار اتریوم مقادیر قابل توجهی رو شیبا هولد میکنه. پس میبینید که این دوتا به همین دلایلی که به هم وصل میشن معنی دار میشن و اینها رو میخوایم با هم تحلیل کنیم. دوجو بخونیم، شیبا رو بخونیم و در نهایت هم میریم سراغ کوین آقای ترامپ که ترامپ کوین که ارائه شد با این هایپ ها و کلی پولم وارد شد، در رساناتی شد و کلی هم عرضم به حضورتون هایپ و هیجان و حالا هم مثل همیشه ما میذاریم این هیجانات به فروکش بکنه و بعد میریم سراغش در یک نرخ مناسبی دنبالش بکنیم ببینیم که ارزش سرمایه گذاری داره و اگر بخوایم یه مقادیر روش سرمایه گذاری بکنیم بر مبنای پرایس. خب بریم حالا داستان رو با دوج شروع کنیم و دوج کوین رو یه تایم بریم بالاتر. همونطور که میبینید این دوج رو من تو گروه تلگرام سناریوهایی که داشتم رو براش ترسیم کردم دیگه. تحلیلش رو در ابتدای روز انجام داده بودم ولی این رکورد ویدیومو یکم طول کشید تا
در خدمتون باشم دیگه. حالا اینجا زمان نمیذاریم بحث بکنیم که چرا، ولی مشخصا در لول هایی که دارید میبینید لول های مطلوبی هست. اصلا یه ستاپ برای ترید داریم ما اینجا سر خود دوج و این نرخ های مطلوبی هست که بخوایم دوج بخریم، یعنی برای سرمایه گذاری مشخصا. برای ترید هم همینطور. اینجا اگرم حالا چون دیگه دامنه نوسان دوج خیلی زیاده، یعنی حرکت ها دامنه حرکتش زیاده، استاپ گذاشتنش ببینید الان بخوایم ستاپی بدیم استاپ های بازی خواهند بود و به لحاظ درصدی. برای همین حتما مشخصا مهمه که اینجا رفتار قیمت رو ببینی، حال بازار رو بدونی، بعد دنبال تریگرش باشی که بتونی ستاپ ترتمیز ازش در بیاری. به هر حال 29 سنت به نظر من پله خوبیه اگر دوج نداریم، چه برای خرید اسپات چه برای نگاه کردن و دنبال کردنش تو این نرخ‌ها که اگر رسید با در نظر گرفتن کلیت ماهیت بازار بشه به لانگش فکر برای ترید. بعد از 29 سنت ناحیه 20 سنت 21 سنت ناحیه جالبی هست برای دوباره همین روی کردی که روی 29 سنت صحبت کردم، یعنی هم به ازای تریدش هم به ازای خرید سرمایه گذارانش. و در نهایت هم ناحیه 16 سنت ناحیه جالبی هست باز دوباره با هم روی کردها که بتونیم چه دید ترید روش داشته باشیم چه دید سرمایه گذاری داشته باشیم. حالا شما میتونید رو 29 سنت وایسی ببینی شرایط رو، اگر دیدی احوال بازار خوب است و شرایط برقرار است میتونی برای خرید و تریدش در نظر بگیری، اگر دیدی نیست میتونی برای سرمایه گذاری رو ناحیه 2021 تا 15 16 در این دو لول دنبال خرید دوج کوین باشی و انتظارمون اینه که دوج خودش رو به سمت $1 برسونه و ببره زیر $1. تارگت 95 سنت ارزم تارگت درخوری هست که میشه 1 به 10 رو ازش انتظار داشت. این نگاهی که روی دوج دارم رو همین رو کرد. میریم سراغ شیبا و شیبا رو با هم ببینیم شرایطش چه شکلی هست. شیبا الان چرا چشم بوده ایناش. خب شیبا چی؟ شیبا رو اصلا قبلتر راجع صحبت کردیم، خیلی وقت بولیشیم، اصلا تو سبدمون هم بوده، خرید کردیم در این لول، خرید کردیم رو همین نرخی که دارید میبینید خرید کردیم و سناریوی پلی دوممون اصلا اینجا بوده که بخوایم خرید بکنیم و اینجا هم دوباره برای اکیومولیت یا جمع آوری در نظر گرفته بودیم که قیمت آمده است. این نرخی است که گفتیم برای کسانی که نخریدن میتونن اینجا بخرن، یعنی پس همین الان خرید شیبا روی 401945 کار خیلی غیر منطقی نیست. ولی اگر که دنبال خرید ارزان تر هستی 4015 و 5001 در رو 501 بعد بگیم 245 آره 5099 این لول خیلی ارزان مطلوب بمونه که منتظرشیم. 5099 هم اونجاییه که من پله دومم تکمیل میکنم. خریدم هم دقیقا رو همین دوتا پله اتفاق افتاده و خریدم فعلا تکمیله. ولی برای ترید هم این برای ترید اینجا که جالب نیست، ولی برای خرید اسپاتش خوبه. ولی برای ترید لول 4015 4014 لول مطلوبی است که هم برای ترید حتما تریگر پیوت ریورسال رو ببینیم، چرخش قیمت رو ببینیم، تاییدیه ورود بگیریم که بتونیم استاپ منطقی برای ترید در نظر بگیریم. ولی برای خرید اسپات زیاد نیازی نیست دنبال این چیزا باشید. رو قولش 4 سنت 15 سنت یعنی 4014 4015 نرخ جالبی هست که اگر شیبا نداری و علاقه‌مندی که داشته باشی در نظرش داشته باشید. شیبای ارزان هم اینجا داریم که اگر برسه میتونیم روش برنامه‌ریزی بکنیم، خریدمون رو بخوایم تکمیل بکنیم برای شیبا. اینم نگاه هم روی شیبا هست در تایم فریم 4 ساعته عزیزان. و در نهایت برسیم به ترامپ. خب ترامپ بر مبنای USDT دیتای زیادی نداریم. در حال حاضرم خب این ترامپ ما فکر میکنم که آره سقف تقریبا $77 رو زده و برای قروش $29. اینجا چرا دیتامون کمه؟ من یه چارتی با دیتای بیشتر دیدم روی ترامپ. بذارید ببینیم، بذارید این طرف بریم روی تریویو ببینیم این دیتای بیشتری میگیریم. ترامپ تتر بایننس خب همینقدر دیتا داریم. عجیبه دیتاش اینقدر دستکاری شد، چون من قبلا یه تحلیل قبلتر داشتم
چه دیتای بیشتر اینجا داشتم و نرخ $25 برام تو اون تحلیل بوده ولی الان نمیبینمش. یه لحظه من اجازه بدید این طرف رو دبل چک بکنم چون که تحلیلش رو تو گروه تلگرام قرار دادم و خیلی عجیبه که الان اون نرخ رو نمیبینیم. بذاریم ببینم ترامپ رو روی فیوچر دیدیم اینجا. آره ترامپ رو دیتا فیوچر ترامپ آفیشال ترامپ کیجکس ببینیم اینجا دیتاش بیشتر شد. آره اینجا باز بهتر. خب با هم بخونیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. ببینید خب دیتا کمه، تصمیم گیری به واقع اینجا تصمیم خیلی شفاف و دقیق به لحاظ پرایس اکشن نخواهد بود ولی لاجرم از همین دیتا باید استفاده بکنیم تا ببینیم که چه رویکردی بخوایم داشته باشیم. میبینیم که بیایم حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده. سقف رو زدیم در نرخ اولوش $80. بعد از اون برگشت اتفاق افتاده، اصلاحاتی رو داریم میبینیم. اینجا این ناحیه‌ای داشتیم که یک ورود بهش کردیم، اینجا شکستش برگشت معنادار داشته، اینجا یک نشیمنی و یک نشیمنی و یک نشیمنی تا اینجا. ببینیم تا ببریم پوینتر ببینیم اینجا چه خبره. خب یه لول برام مهمه، این برام نقدینگی باشه. اینجا نشیمن های مطلوبی رو داریم میبینیم، چپی رو نداریم که اینها رو تعبیر بکنیم چه خاصیت هایی دارن ولی نشیمن های درخوری رو داریم میبینیم، فرکتال هایی که رو هم نشستن و یک ساختار مستحکمی رو اینجا داریم میبینیم. پس میتونیم انتظار هولد جدی رو ازش داشته باشیم. ای بسا که حتی ادامه روند صعودی از اینجا حال دارن بخوره. اینجا میبینید که به این نشیمن ها این نتونسته برسه، در لولی بالاتر رفته، پس این میتونیم عنوان نقدینگی در نظر بگیریم. و بعد میبینیم که خیلی خب حالا اصلا اگر دارای اهمیت بود چه؟ اگر دارای اهمیت بود که قیمت رسیده بهش، اومده در لول دیدگاهش نشسته، چرا اتفاقی ازش ندیدیم که بیفته؟ آیا در لول دیدگاهش نشسته؟ بریم با هم بخونیم. خب اینجا رفتیم این سقف رو زدیم، یه لول اینجا هست، میشه اینجا. بعد از اون اینم هیچی و یه همچین جایی بگیر مثلا دارای اهمیت باشه. خب اگر اینجا داره اهمیت باشه چه خورده؟ و اگر اینجا داره اهمیت می بود چرا قیمت از پاشنه دهانه رفته بالا؟ اصلاح چرا از پاشنه دهانه اتفاق افتاده؟ اصلاح از پاشنه دهانه کجا اتفاق میفته؟ روی افتیار ها اتفاق میفته. افتیاری که داریم کفش هم نقدینگی میبینیم، پس این افتیاره. پس اینکه اینجا اصلا چیزی داره اهمیت باشه احتمالاً وزن کم و بی ارزشی است، پس اینجا لول مطلوبی نیست. میتونه همچنان حرکت های مثبتی ازش سر بزنه ولی ترجیحمون اینه که اینجا منتظرش باشه. $20 هانت، مشخصا هانت $22 رو خود $21 جای خوبی دنبال خریده. ترامپ باشیم، داد میخریم، نداد بره هر جا که میخواد بره، میم کنی دنبالش که نباید بدونیم، قیمت ارزون بهمون داد میخریم. و از بالا بخونیم من حرکتی داریم، دیدگاهی رو دادیم. خب شما دیدگاه باید بدی، نوبت شماست. اینجا خب ورود شما اینجا. خب شما حالت هم اتفاق افتاده، شکستت اینجا، سواب اینجا، بازگشت اینجا، برگشتن اینجا، میشه اینجا، میشه اینجا. خب مشخصا چه انتظاری میشه داشت؟
انتظاری که میشه داشت دو تا حالته، یا اینکه اینجا نداره اهمیت بوده است به 1001 دلیل، دیتامون پشت کمه، دیدمون اشتباس، قیمت میاد تا این بالا، بیاد این بالا ناحیه $36 رو ببینه، بازگشت میکنه، شما میتونید رو هولوش $30 بخریش. شکست $36 رو ببین رو هولوش $30 دنبال خریدش باشه. نه دیدمون درست بوده، میاد همینجا رو هولوش $35 و میره کف جدید تو لیول های 20 تا $25 اینجا فکر میکنم. آره 25 زیر اینم خوبه، زیر اینم خوبه. آره اگر که دیدمون درست بوده پس هیچی، میره $35 سل میشه، لول 20 زیر $25 و زیر $22 یعنی هولوش $21 میشه انتظار خریدش داشت. پس برای من چه فرق میکنه؟ من چیکار میکنم؟ من یا وای میسم $36 رو ببین اینجا چقدره، $36 رو $37 مشخصه، قیمت تا $37 بیاد بالا، بعد میگم این لول هم شکسته شد. وقتی این لول شکسته بشه دیگه تا بالاش شد، یعنی تا کجا بگم، تا همش باید بره، اینا همش میره، یعنی نه که اصلاح نداره، اصلاح داره، هر کدوم از این پیوت ها اصلاح داره، ولی اصلاح داره چون از اون بالا دیدگاه اومده پایین، اینر نشستیم الان هم اینر رو بر بشینیم، اگر بخوره MPL ها فقط گره میسازن، میریم بالا. خب اینجا پاز قیمته، اینجا قیمتیه که جایی که قیمت میتونه پرایس کنه به راحتی. بس من یا وای میسم $37 رو ببینم بشکنه، $37 که شکست در ناحیه $30 دنبال خریدش خواهم بود، چون $37 شکستش اصلاح در خور میده، یا اینکه ببینم در لول $35-36 اتفاقا برمیگره و نمیشکنه این ناحیه رو، و اگر نشکست که بره کف جدید، و این کف جدید یا در لول های 25 زیر $25 یا حتی بهتر لول $20 $30 خواهد بود. من چیکار میکنم؟ خودم شخصا چیکار میکنم؟ خودم شخصا واقعا چه بخوام بگم اصلا من ترامپ نمیخرم، مگه $20 بهم بده میخرم. اینجا اینم شکست و نمیدونم $30 اینها محمد نمیخرم، سبدم تکمیله، اسست ریسکی هم دارم، به قایت خودم ریسک کردم و برام کافیه. نظر من، دید شخصی من اینه که ترامپ اگر $20 شد من میخرمش، این نشدم بره بشه $1000 برای من مهم نیست. حالا دیگه علاقه اینم تصمیمش با شماست. اگر مثل من محافظه کارید و گوشتون به این حرفا بده کار نیست که هر کسی بیاد و با شلوغکاری ها بخواد بازار ما رو تحت بازار ماست دیگه واقعیتش. بعد از این همه سال تو بازار کریپتو بودن، بازار ماست دیگه، بازارهای ترامپ که نیست که تا دیروز میگفته بیت کوین کلاهبرداری یک. پس هر کسی بیاد میخواد رئیس جمهور امریکا باشه، بخواد بیاد هر کاری بکنه، من نمیرم روش سرمایه گذاری بکنم. من ادبیات سرمایه گذاری دارم، من حساب کتاب داره، اگه $20 داد مفت بهمون بده بله برمی‌داریم، اونم زیاد نه، یک کمی برمی‌داریم. خب ولی اگه نه شما علاقه‌مندی حتما وایس $37 بشکنه و بعد دنبال خریدش رو $30 باش، چون حتی میتونه قیمت تا $10-12 هم بیاد پایین. من اینجا هم لول دارم، $13 هم لول دارم. خب خیلی میره تو ضرر، برای چم چیکار درست شد. و این نکته هم در انتهای این اپیزود تحلیلی بگم که ببینید حالا دوستانی که تجربه بیشتری دارن، چند تا بحران رو تجربه کردن، یادشون میاد در بحران هایی که دیگه حالا باز انقدر هایپ و انقدر فضا ملتهب میشه و دیگه همه تودمونن و همه خوشبینن، دیگه شما اصلا اتفاقات عجیب غریب میبینی. سایکل قبلی مثلا NFT های چند هزار دلاری، چند ده هزار دلاری یا نمیدونم چند ده هزار اتریومی، NFT ها نمیدونم دسنترالند و پروژه هاش، زمین های متاورسی قیمت های آنچنانی، نمیدونم لباس NFT قیمت های آنچنانی، اون موقع هایپ این چیزا بود و دیدید چه اتفاقاتی افتاد. یعنی اون قیمت ها و اون عدد های بزرگ و اون خرید و فروش های سنگینی که روی یه سری چیزای تازه و فقط مورد توجه داشت جابجا میشد، این خطر رو داشت نشون میداد که دیگه داریم به آخر بحران میرسیم و دیگه حرکت ها و تصمیمات و اتفاقات دیوانه‌وار اتفاق میفته. خب یعنی وقتی خرید و فروش های دیوانه‌واری دارید میبینید که برای یه چیزی کاری ندارم چقدر با ارزش چقدر بی ارزش، ولی پول آنچنانی جابجا میشه و یک هایپی هست همه دنبالشن که بخرن، بدونید که دیگه دارن بازار جمع میکنن. الان هم همونه، یعنی الان هم شما دارید میبینید یهو رئیس جمهور میاد، آقای ترامپ میاد یه کوین میزنه و این اتفاقات میفته و این احتمالاً جزء اولین اتفاقاتی است از اون حرکت‌های دیوانه‌واری که در سایکل‌های قبلا دیدیم و آدم اتفاقا حواسش باشه که برحذر باشه و اتفاقا باید موضعش این باشه که خیلی خب الان که دیگه
همه در حواسشون میاد سراغ کریپتو دیگه، حالا همه میخوان بخرن، بهتر اینه که من منتظر، یعنی جای خرید برای من نیست و اتفاقا جایی است که دیگه کم کمک آماده و مهیا برای فروش باشم. نمیگم الان داریم سایکل رو تموم میکنیم، مثلا به لحاظ زمانی جور نیست که الان سایکل تموم بشه، حداقل تا ماه مارچ به نظر من باید روند سعودی یعنی سایکل ما ادامه دار باشه، واسه که تا حتی آخر 2025 و سال 2025 یک سال مثبت و سال کریپتویی میدونم برای کلیت بازار کریپتو و من خودم هم صبورم، هنوز استثمار دارم، ولی میبینید که دیگه خیلی بدبین و خیلی سختگیر و محافظه کارم برای که بخوام چیزی بخرم و فعلا دست به خرید چیزی نمیشم. به غایتی که لازم بوده تو نرخایی که مطلوب بوده خریدم و کردم، سبدم سیف و امن است و اتفاقا همونطور که در تحلیل قبلا راجعش صحبت کردم الان دنبال پلنی هم که شروع کنم تریل استاپ کردن، یعنی هر لگی که پرینت بشه بره بالا من استاپ کل که پورتفولیوم رو بیارم بالاتر و الان هم دنبال همچین سناریویی هم، یعنی همینطور با صعود قیمت همراه باشم و همینطور هم اتفاقا از پایین عرصه رو بر سبد سرمایه گذاری خودم هی تنگتر بکنم که اگر سناریوی خطرناکی بخواد اتفاق بیفته من به مجرد رصد اون بدونم که خیلی اجایل و سر پنجه بتونم به نحو عرض کنم که مؤثر و هوشمندانه از بازار خارج بشم. و سناریو این که دیگه پولی بخوام بیارم فعلا تو بازار اینا، حالا دوستانی که نخریدن هنوزم پنجره بازه، هنوزم قیمتای مناسبی هست، هنوزم همین الان میم کوین ها رو دیدی، اسستایی که در تحلیل قبلا عرض کردم هستند، هنوز اتفاقی نیفتاد، یعنی هنوز اون بولرانه، اون حرکت جدی آلت کوین ها، هنوز اون دراپ سنگین دامیننس بیت کوین، هنوز اینها اتفاق نیفتاده و در شرف اتفاقه و من منتظر اون اتفاقم. و اگر شما هنوز وارد نشدی هنوزم در برای شما بسته نیست، ولی برای من برای اضافه کاری دیگه، یعنی سرمایه گذاری مازاد و بیشتر نه دیگه، الان وقتش نیست. من بارمو بستم و نشستم منتظر و همینطور که میگم اتفاقا دارم برای خودم سناریوهایی رو در نظر میگیرم که قبلا راجعش صحبت کردم برای خروج مطمئن، نه الان ولی زمانش به وقتش. ولی خب همینطور که گفتم حواستون به اون حرکت ها و اتفاقات دیوانه‌وار به عنوان نشانه‌ای برای انتهای بحران حواستون به اون باشه. در حد یه تیپس که اگر دیدید پول‌های آنچنانی داره روی پروژه‌های خیلی ساده و احمقانه و میم کوین و اینها بیاد داخل بازار و خارج میشه از بازار، بدونید که دیگه باید احتمالاً در انتهای سایکل باشیم. اینم نگاه بنده، اینم نگاه تحلیلی بنده، رویکرد بنده و نظر من نسبت به این سه میم کوین و کلیت بازار. امیدوارم برات موثر بوده باشه و کاربردی باشه. اگه نظری مخالف از این داری یا نظری در تکمیل عرایض بنده داری، خیلی خوشحال میشم که تو کامنت بکنی پای این کریپتو واچ و با دوستان خود به اشتراک بذاری.